دوستای گلم سلام، به چنل یوتیوب رضا بابر خوش اومدید. امیدوارم از این آموزش لذت ببرید. خب با این مدل لباسکار در خدمت شما دوستان هستیم. دور مو باید کاملا سفید بشه تا بالای شقیقه سفید بشه. باید تریمر یا همون خدسن دور مو رو کاملا خالی میکنیم. شما سعی کنید خیلی تمیز دور مو رو خالی کنین، عجله نکنین. خب پشت سرم به همون شکل سفید میکنیم تا قسمت بالا. دوستان حتی خدسن هم داریم میزنیم به صورت پرتابی بزنیم که راحت بتونیم خطش رو از بین ببریم. خب با یه ماشین اصلاح شیور دور مو رو سفید تر میکنیم. دوستان فقط سعی کنید تا زیر خدسن شیور رو بزنید، زیاد بالاتر نبرین، به صورت پرتابی بزنید که بتونید خط شیور هم از بین ببرید. خیلی تمیز تمام جاها رو مثلا پشت گوش رو کاملا سفید کنیم، جا نمونه. پشت سرم به همون شکل کاملا سفید میکنیم به صورت پرتابی. بغل سمت چپم کاملا سفید میشه. سوالم اگر کانال من ندارین کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید که هر موقع ویدیو میذارم شما اول نفری باشین که ببینید. ممنون که همراهی میکنید. خب کاملا دور سفید میکنیم. شیورم سعی کنیم به صورت پرتابی بزنیم. خب با این ماشین حجم زن با گارد باز که میشه شماره 1 به صورت پرتابی به سمت بالا حرکت میدیم. خب گارد رو میبندیم، خط صفر خدسن رو کاملا از بین میبریم. با شماره 1.5 به صورت پرتابی نیم سانت میریم بالاتر. با گارد باز به صورت پرتابی به سمت بالا میریم. با شماره 3 با گارد باز به صورت پرتابی به سمت بالا حرکت میدیم.
با شماره 4.5 میل باز به صورت پرتابی به سمت بالا حرکت میدیم. خب با گارد باز با شماره 1 لکه‌گیری میکنم. خب با این گارد رو نیم میذاریم، یعنی هم وسط خط 0 رو از بین میبریم. گارد کاملا میبندیم با 0 خط رو از بین میبریم. با یک قیچی کات لکه‌گیری میکنیم. جایی که خیلی پرپشته رو کم حجم میکنیم. حجم اونجا رو میبریم. خب میریم سراغ ریش، فعل ریش. با شماره 4.5 میل حجم ریش رو کامل میکنیم. با شماره 3 میل باز حجم بالای ریش رو میگیریم. با شماره 1.5 میل خط 0 رو کم رنگش میکنم. بیشتر سعی کنیم با کرنری ماشین، یعنی همون گوشه ماشین، خطا رو از بین ببریم. خب با یک قیچی کات باز لکه‌گیری میکنم. جایی که لکه‌های مشکی داره رو مرمش میکنم. حجمش رو کم میکنم. خب بالای مو یه خورده مرتبش میکنیم. سعی کنیم زیاد کوتاه نکنیم. خیلی کم پشته، حجم کمی داره، نباید زیاد کوتاه بشه، فقط در حد مرتب کردن. من جایی که خیلی پرپشته رو سعی کنیم یه خورده بیشتر کوتاه. با یه خط زن خط ریش رو صاف میکنم و خط شیقه رو درستش میکنم و جلوی موهاش هم خط میندازیم، فقط زیاد بالا نبریم، در حد مرتب کردیم. خط صفر هم از بین میبریم و زیر گردن رو خط میندازیم. آنکاردش میکنم.
جلوی مو هم مرتب میشه. خط دلش رو خط می‌نازیم، کامل مرتب بکنیم و زیر گردن هم کامل خط می‌نازیم که مرتب بشه. دوستای گلم ممنون که همراه ما بودید. اگه کانال من نداری کانال ساب کنی و زنگوله رو فعال کن که هر موقع ویدیو گذاشتم شما اولین نفری باشید. ممنون که همراه من بودید. خدا نگهدارتون.